سلام، میثم زرگرپور هستم از کافه آیتی. توی چند دقیقه پیش رو بعضی از مباحث مالی مرتبط با بعضی از کسب و کارهای کوچیک و نوپا رو برای شما بیان میکنم. البته مباحث مالی کلاً موضوع گسترده‌ایه و من فقط اشاره‌های کوچیکی به بعضی از سرفصل‌هاش میکنم. اجازه بدین یک موضوع بدیهی رو یادآوری بکنم. تا به حال شده از خودتون بپرسید که هدف از راه اندازی یک کسب و کار چیه؟ خب نظرات مختلفی وجود داره، ولی چیزی که در موردش یک توافق جمعی هست اینه که هدف اصلی از راه اندازی کسب و کارها رسیدن به یک سود پایداره. سود، چیزی که ما اون رو به عنوان تفاضل بین هزینه و درآمد میشناسیم. خب در مورد درآمدها بعداً صحبت میکنم، به خاطر اینکه درآمد چیزیه که یک مقداری وابسته است به مدل کسب و کاری که شما انتخاب کردید و البته به جای درآمد در مورد جریان درآمدی باید صحبت کرد. و اما هزینه، در مورد هزینه ها من یک خبر خوب و یک خبر بد دارم. خبر بد این که عدم تخمین درست هزینه ها و شناسایی اونها یکی از عوامل بزرگ شکست کسب و کارها و مخصوصا کسب و کارهای نوپاست. و اما خبر خوب این که ساختار هزینه بسیار ساده تر از جریان درآمدی قابل شناساییه و میشه اون رو به سادگی پیش بینی کرد. من از لغت ساختار هزینه استفاده کردم. چرا؟ هزینه رو به طور کلی به دو دسته هزینه‌های ثابت و هزینه‌های متغیر میشه تقسیم بندی کرد. هزینه‌های ثابت هزینه‌هایی هستن که مستقل از مقدار کاری که شما انجام میدید، مقدار محصولی که تولید میکنید یا مقدار کالایی که میفروشید به هر حال وجود دارن. هزینه‌هایی که شما به صورت ثابت اونها رو پرداخت میکنید. مثلا هزینه اجاره مکانی که در اون کار میکنید یا هزینه حقوق پرسنلی که مستقیما در تولید دخالت ندارن، مثلا پرسنل اداری و چیزهای شبیه این. فراموش نکنیم که هزینه‌های ثابت فقط تا سطح مشخصی از تولید محصول ثابت باقی میمونن و بعد از اون احتمال داره که تغییر بکنن، اما تا اون سطح مشخص هزینه‌های ثابت هستن. خب یه نکته جالب در مورد هزینه‌های ثابت اینه که هر قدر مقدار تولید محصول یا فروش کالا بیشتر باشه، سهم هزینه ثابت در قیمت تمام شده محصول کمتر میشه. مثلا اگر که شما در ماه یا در سال فقط یک محصول یا کالا رو بفروشید، کل هزینه ثابت به هزینه تمام شده اون محصول اضافه میشه و اگر که 10 تا رو بفروشید فقط 10% از هزینه‌های ثابت شما سهم قیمت تمام شده اون محصول میشه. نوع دیگر از هزینه‌های متغیر هستن. هزینه‌های متغیر بسته به تعداد محصولی که تولید میشن تفاوت میکنن. مثلا هزینه مواد اولیه یا حقوق پرسنلی که به صورت مستقیم در تولید محصول شما دخالت دارن. هزینه‌های متغیر با تعداد محصولی که تولید میشن نسبت مستقیم دارن. نوع دیگر از هزینه‌ها رو هم داریم به اسم هزینه‌های متغیر که البته همه جا به کار نمیبرن و ما هم فعلا ازش میگذریم. خب کاملا قابل پیش بینیه که شما بگید که این حرفایی که تو زدی حرفای بدیهی بود، اما فراموش نکنیم و من دوباره تاکید میکنم که عدم شناخت همین بدیهیات و عدم توجه به اونها میتونه منجر به شکست استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا بشه. در پایان اجازه میخوام که شما رو به یک چالش ذهنی دعوت بکنم. بحث هزینه‌های ثابت و متغیر خب بیشتر از همه در مورد تولید کالاها و صنایع کاربرد دارن، اما بیایم فکر بکنیم در مورد صنایعی که شکل تولید کالا و محصول توی اونها متفاوته. مثلا صنعت آیتی. در مورد این صنایع شکل هزینه‌های ثابت و متغیر و ساختار هزینه چیه و چه مثال‌های دیگه‌ای میشه از اونها پیدا کرد. از اینکه با من همراه بودید متشکرم.